سلام، خوشحال هستم. امروز میخوام طرز تهیه کباب ترش رو بهتون نشون بدم. کباب ترش یکی از کباب‌های خیلی خوشمزه شمالیه. گوشتی که استفاده کردیم امروز فیله گاوه. معمولا از گوساله استفاده میکنیم ولی نتونستم پیدا کنم. توی کانادا به این میگن ویل تندرلوین. گوش فروشی ها مغازهای قصابی همیشه دارن ولی سوپرمارکت های بزرگ مثل کاسکو یا فود بیستیک و جای دیگه ویل تندرلوین ندارن، بیف تندرلوینه که با اونم میتونیم درست کنیم، فقط یه ذره گوشتش سفت‌تره. مرحله اولش باید آب انار و بنا رو با هم دیگه قاطی بکنیم. این آب انار رو میریزم این داخل و به همش میزنم که این رب انار رو نچسبه. خب شروع میکنیم. یه ظرف بزرگتر این گوشت رو میریزم داخلش. این مخلوط رب انار و آب انار رو بهش اضافه میکنم. گردو رو بهش اضافه میکنیم. سبزیمون رو یعنی جعفری رو بهش اضافه میکنیم و روغن زیتون. اینا رو یک کوچولو با هم دیگه مخلوطش بکنیم. خوب که مخلوط شد، وقت نمک و فلفل رو بهش اضافه میکنم. یک کوچولو دیگه مخلوطش میکنیم و پیاز از قبل خوردش کردم. 2 تا پیاز متوسطه. پیازی که میخوایم بریزیم داخلش یکم فشارش میدیم که آبش گرفته بشه، بعد قاطی میکنیم. اینو با هم دیگه مخلوطش میکنیم. خوب که هم خورد، بعد بذاریم قشنگ مرینیت بشه یا عمل بیاد. حداقل 2 ساعت لازم داره که توی مواد بمونه، ولی من معمولا بین 6 تا 8 ساعت میذارم بمونه. صبح اینا رو مخلوط میکنیم تا عصری کبابشون میکنیم. هر چند وقت یه بار، هر 1 ساعت 2 ساعت یه بار هم اگه اینا همش بزنین که خیلی بهتره. این الان میذاریم توی یخچال بمونه تا موقع کباب کردنش. خب الان حدود 6 ساعت گذشت. کباب ترش‌ها رو سیخ کردم. یه دونه سیخ هم چنجه درست کردم. آماده سازی چنجه خیلی آسونه، فقط پیاز میخواد، نمک، فلفل و یکم هم روغن مایع یا روغن زیتون. پیاز رو مخلوط میکنیم با نمک و فلفل، یکم به هم میذاریم همون 5-6 ساعت میمونه. خب وقتی سیخ‌ها رو روی منقل گذاشتم دوباره بهتون نشون میدم. لازم نیست این گردو و سبزی ها رو از روش پاک کنین، همینطوری میتونین بذارین روش بمونه. خب زغال آماده است. باید صبر کنین که قشنگ آتیشش بخوابه و خاکستر روش معلوم باشه. کبابا رو میذاریم روش. خیلی احتیاج نداره که بچرخونینش، اما اگه بذاری یه طرفش بپزه و طرف دیگه بچرخونی کافیه. گوجه رو معمولا یه ذره زودتر میذاریم چون طول میکشه تا درست بشه. یه کوچولو فقط اینو باد بزنیم که حرارتش و منتقل بشه به همه جا. فقط باید مواظب باشین که زغال شعله ور نشه که نسوزه. خیلی هم لازم نیست اینو باد بزنین، همون در حدی که حرارت پخش بشه کافیه. الان یه طرفش پخته تا نصفش پخته، این الان برمیگردونیم تا اون طرفش هم درست بشه.
خب امیدوارم که این غذا رو درست کنید و از خوردنش لذت ببرین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا هفته بعد، خداحافظ.